با در نظر داشت اهمیت رشد صاحبکاری زنان همچون عامل مهم رشد اجتماعی و اقتصادی و تقویت نقش زنان در پیشبرد اقتصادی کشور، حکومت جمهوری تاجیکستان قرار مهم قبول نمود که در دایره آن برنامه گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2025-2030 عملی می‌گردد. این تشبث ادامه سیاست دولتی در سمت دستگیری زنان فعال و تشبثکار میباشد. بر اساس این قرار هر سال 15 میلیون سومانی جدا کرده می‌شود که برای 200 گرانت پیش بینی شده است. از سال 2025 تا سال 2030 هر سال به اندازه 15 میلیون سومانی برای تشکیل 200 گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که به دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان روانه می‌گردد جدا کرده می‌شود. از جمله 25 گرانت به اندازه 110,000 سومانی، 25 گرانت به اندازه 100,000 سومانی، 25 گرانت به اندازه 90,000 سومانی، 25 گرانت به اندازه 80,000 سومانی، 25 گرانت به اندازه 70,000 سومانی، 25 گرانت به اندازه 60,000 سومانی، 25 گرانت به اندازه 50,000 سومانی و 25 گرانت دیگر به اندازه 40,000 سومانی. 10% از شماره عمومی گرانت ها با لایحه‌های جدا کرده می شود که به حل مسائل اقلیم، حفظ محیط زیست و رشد سبز روانه شده است. به نظر هلدان‌های ساحه جدا نمودن گرانت ها با لایحه‌های وابسته به اقلیم قدمی مهم در سمت مطابق سازی صاحبکاری و تغییریابی اقلیم و رشد استوار اکولوژی به شمار می رود. باید گفت که نظارت تطبیق ثمرناک این برنامه به ذمه کمیته کار با زنان و عائله واگذار شده است و این نهاد هر سال عاید به اجرای آن حسابات پیشنهاد می‌کند. مقصد اساسی جدا نمودن گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این баланд برداشتن سطح رشد اقتصادی مملکت است و اینچنین همه جانبه دستگیری خود زنان است و گرانت مذکور یعنی گرانت پرزیدنتی با تشبث اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از سال 2006 این جانب دستگیری کرده شده ایستاده است. امسال نیز با توجه محترم پیشوای معظم ملت مبلغ گرانت مذکور با 15 میلیون سومانی رسید که همه ساله از سال 2025 تا سال 2030 جدا می‌گردد. طبق معلومات آماری مبلغ گذاری در سال 2025 از حساب ذخیره‌های بودجتی صورت می‌گیرد. برای سالهای میانبر 2026-2030 مبلغ‌ها باید در بودجت دولتی پیش بینی کرده شود. به نظر کارشناسان این برنامه به طور عملی امکانیت فراهم می‌آورد که زنان در بخش‌های گوناگون اقتصاد فعالیت را آغاز و گسترش دهند. آن زنان تشبثکار را تشویق می‌کند که ایده‌های نوآورانه را تطبیق نمایند. با راه اندازی این برنامه کارشناسان اطمینان دارند که کاهش یافتن سطح بیکاری میان زنان، بهتر گردیدن وضع اقتصادی خانواده‌ها، همچنین رشد منطقوی صاحبکاری بخصوص در دهات نتیجه‌های مثبت به بار می‌آورد. عموما این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها ادامه سیاست خردمندانه دولت در سمت دستگیری زنان میباشد، بلکه زمینه‌گذاری رشد استوار اجتماعی و اقتصادی در مملکت ارزیابی می‌گردد. برنامه مذکور به طور واضح نشان می‌دهد که مقام زن در جامعه معاصر به سطح بلند برداشته شده، امکانیت‌های نوی رشد انفرادی و اجتماعی فراهم آورده می‌شود.